چیزی همرنگ پاکی ببینه به خدا ماما گردن بند باشه روز اول منه تا حال بسر همین ما 7 دونه از اینا رو ما خراب کردیم. گردن بند روز اوله. روز اول تونه. نسوخته تیاره. خوب شد که تو گیر کردم. من فکر میکنم گناه البته از برقایه که یک دم برق اضافه میشه یک دم کم میشه. من میگم البته اینا رو برقا میسوزونه. این کنه اگه تو چوب دوری میکنی با تازی بالا از فشار میره دینمو از این میسوزونه. این صبر کو. دیوال تو چرا چپا کرده بودی؟ دیوال چرا چپا کرده بودی؟ گردن ما بند باشه رو شغالی از این نگاه تیر شدن. صبر کو. درختا سه یک دونه بس اونا نمونده بود. همه رو ببردی. این کو یکی. آنورا بسیمه. را پامر گوش کن. وقتی اور میگم حال نه. باز انارا شد. باز انارا رو ببردی. پاک کردی. باز انگورا شد. حال یک دونه انگور به می تاک درک نداره. اینا رو هم تو میکنی. دیوال هم تو چپا کردی. طور من میبرم. اگر یک دونه انگور به مونجی بوده. خب تو حق عظیمی 50 تا به سر ما بزنی. اگر نبوده چند تا از بزنم؟ یکی. دیوال سکو تو چپا کردی. سکو دیوال چری فکر کردی؟ من نبودم. سکو سبولم بودی نگاه کو. خب سکو کی تو چیکار کردی؟ من یک روز دو روز مکمل کارگر گرفتم که می دیوال بالا کرد. سعی میکنم بعد می دیوال تو چپا کردی. دفعه دیگه ما بیاوردم تو می دیوال چپا کردی. جلو شو. گردن ما بند. نبوده بابا. جلو شو. نبوده واقعا. جلو شو. حرکت کن. یا. با کجا بیام؟ یا که انگورا رو بتونه شدم که تو دونه انگور نگاه نداشتی. حالا میفهمم که بغیر از تو دیگه کسی نمیکنه اینجا. سکو نگاه کن. و داخل اینا میبینی؟ همه اینا تو ببردی. دیوال را بولم بودی. دو دفعه من دیوال بالا کردم بازم تو بولم بودی. برای که از انگورا رو بتونه شدم. چرا؟ سکو تو. برای یک خوش انگور از اینجا بکن. یک خوش انگور بکن. زود باش. نیه. تو که میگه انگور هست من نکندم. برد یک خوشی بکن بیا. اون نداره من نکندم. اشته نکندی. تو خبر نداری؟ از آوکاشایی که روشن بود چند تا سوختوندی راست آخر بگو. راست آخر بگو که همین چوب با جون تمام قدر مقدار میکنم تو میبرم 25 تا. 5 تا. 5 تا از اونا بسوختوندی. انگورار کی کن؟ مادرم گفتم میمون داره. 3 بارم پس تو کردی ها؟ 3 بار بروزم بده. خلاص کردی اونا را. با خدا بروزم میمون نشتی. دیوال رم تو چپا کردی. دیوال خود حتی من نمیرسید. خب چپا کردی از اون که میگفتی میش کار نکردم. برای کلام پیش بیار تو. کدی پیش بیار من؟ پیش بیار تو برای کم خودی بیار. با خود پوست من بکنم با مشکل. چلا. اگه ما بستم بعد دیگه دتر بزنم. پوست من بکنه نگاه بابا. نمیکنم بیارم. یعنی دل تو با ما نسوخته که من می آوکاشار دونه چند دیمه می خریدم. دل تو نسوخت ما مردم غریب کاری بودیم. به همسایه گفتم تو اینجا می آمدی ساعت خود تیر میکردی خودت رو بازی میکردی. ولی دل ما خبر بودی که اینا دونه چند دیمه می خریدم بسته میکردم من رو. بعد باشه به همسایه کدک برو او چاک پلک از اونا خراب کو بیا یک تو. همسایه گفته؟ تو رو من میبرم به دست پیار تو تسلیم میکنم. خب که دیگه اشتباه نکن.
بفهمیدی؟ یار من پست من کمی میکنه کنم من زمان آتی میکنم اگه تو ریده فعلا کنم باز همون کار خور میکنم نمیکنم بابا جون نه بریم پیش بیار دیگه طور نمیزنم من طور میبرم دست بد کردم بابا اگه بردنیم دیگه این دفعه من بدن سگ بدیم شماره پیار خور داری؟ کی؟ شماره پیار خور شماره گوشی رو داری؟ شماره کی؟ شماره پیار خور شماره چیه؟ شماره تلفنی داری؟ اگر داره بابا رو شلنگ که من نداره ماما جون سبه پیش به میجی کجا میری؟ آیا با گیر مدگه نمیفتکی؟ میفتکی سلام علیکم مونده نباشید. سلام علیکم بخیر ساعت خوب خیریت سلامتی. بخیری دانش شما جوره شکر سلامت باشیم جور باشیم. شکر سلامت باشیم من پیش شما آمدم برای شکایت دارم شکایت بله دارید؟ یعنی اگر من از شما همین حال فعلا بله 5000 پول بگیرم بله کار خوبیه؟ نه خیر بینی همین تستادی اگر از تو 15 من سیب تا اون بگیرم خوبه؟ نه لالا کار خوبیه. اگر همین تستادی از تو 5-6 من انار که نرسیده کخه تا اون بگیرم از تو خوبه؟ لالا گپ چیه تا اون بگیرم؟ مال شما بریم مثلا سعی مطرح کنید که گپ چیه اگر همین تستادی 15 من انگور از این یک تاک ما کنده شده برده شده از تو تا اون بگیرم خوبه؟ درسته که کار خوبی نیه. نه چرا کار خوبی باشه؟ گپ شما چیه لالا؟ گپ امینه که می برار شما گیله خب 6 تا 5 تا اواکش مار به همین چی بازی را آماده که خود مورگیر کردم بله من گفتم البته گناه از برقاه حال سعی کردم که این میایه همین چوبار بدم اواکش میده اواکش قید میشه میسوزه با خدا ماما من گردن من بند باشه روز اول منه دونی 1000 ما هم یه اواکشار برار ما میخریم سلام علیکم چی گپ داره؟ چی گپه؟ شما جوره هیچی بابا بیا آمدم چون به شکایت آمدم میگم دست گیله. چیکار کرده گیله؟ گیلک دیگه کار نکرد ما به شما بگم او 5 دونه اواکش مار به همین چی بازی را آماده بسخنده یکی یکی او انارایی که نرسیده بوده دیوال بلون بوده همون انارا کخر همه گیر بکنده ببرده این دوتا سیوم مونده از این همین سیبایی که به مو درختا بوده امال شما رو ببرم دونه نیه پاک همه جمع شده برفته تا که انگوری داریم ما 15 من 14 من 15 من انگور میکنه شما رو ببرم اگر دونه پیدا کردیم از امو ما ملامت یعنی اگر دیگه کس همین کارا رو بکنیم بخن گیلک با چی منه نگاه اگر دیگه کس میکرد ما گیر میکردم ما بچه شما رو خود از این گیر کردم من خود می چوب تا واکشا ما رای من نخ میسوختم خودی هم با زبون خقرار شد که من کارا بکنم شما یعنی انگورا رو سیبا و انارا رو هم بدیدین که او میکنده که همه گینا رو امروز شکایت بیانده خاطر که او تفلک سادی نافهم یک کار خوبی نیه دیگه بعد دیگه خاطر کم این سوا کنیم اگر سادیه امور اشته میبره میسوزونه نمیفهمه عقلی نمیکشه و بکشیده دیگه عقلی و شما دیگه طرف از اون نگیریم ولی او برو رالا یک اشتباه اگه بکده همون پکی شما رو سختونده مونتا شما بیامدیم همین تا گفتین که ما چون انگورا و ما چون سیبا و انارا و همه که من فکر کردم که به یک روزی دیوال مار بولو مونده برو من دیوال دو دست کارگر گرفتم دیوال مارم بولو مونده خودی هم بگو که دیوال مالو مونده راست میگه ما خو غیر بر نخور میخوان شما نمی‌نازم من چوب به ثبوت گرفتم خب چه کار کنیم بابا چکار همونه کور بفهمونیم بازم خیر معذرت لالا. معذرت دیگه بازم میفهمیم که سعودی ما هم با خدا والله اگه خدا از این روز خوش داشته باشه یعنی همین چور به دست بدید یا بلیو همین چور همین تو بمساری پوره میگه کس که اصلا پرسام میگه کی بود بزدم امو بفهمیدیم اور بزدم خوب کار کردی بلیو دین تو بگردم من میفهم برو تو مفسد خرابکاری هست چه کار کنیم با پیار حالا کم بازم معذرت ببخشیم خیر لالا باشه دیگه می دفعه معذرت میخوام اگه تا اون او کشا خو میکنم تا اون بدون تا اون انگورا خو می سیوا خو می ادار کردم که میتون بدم ما دیگه تا اون نمایم خب ما یک چیزی به شما میگم این دفعه اگر رو گیر نکردم گردن ایر بسته میکنم به مو اواکشو اواکش هم روشن میکنم که گردن ازم بقلم شه خوب کاری میکنی بریم خدا حافظ خوش اومدید منتظر نصیحت کنیم سلام تو بداریم خدا من دیگه چه کار کنم من دیگه چی خاک و سیاه صاف کنم تو با کی دیگه نصیحت کنم من که شما بچه‌ها مر پیر کردیم مر در به در کردیم
هم اگه او دیوانیه هم تو کشیاری همون لگه قبرستانی شاگرده بلکه خاک بکوه خاک سیاه سر پاشتی و چکار کنم مرد دیوانه جون نکردم خدا شما دیوانه کنه روی فکر قلب کنیم بابا او رو زیر ببردم بابا همین جگه بغلی بزی زنبر بغلی تیار کردم که بغلی بفروشه هنو سر کاری الا میکنه نمیره دیگه میگم اگه ساعتی به بغلی میسین اشتهدی به تاون میکنه بیشتر بغلی میفروشه اخی یک جامعه یک شاگرد کو یک جای یک تعطیل سرای و تاکو کدام تا کوچا گم باشه این مفسدی چیکار کنم غیر مفسدی بچه‌ها یاری ما و شما که نتونیم او برا راسته کنیم او دیکوندار اون نفری که او رو پیش شاگرد کنیم او که اصلا نمیتونه پاک دیوانه شدم